برای خلق یک موقعیت بیرونی نیاز به همکاری آدم‌ها و نیروهای دیگه داری. برای خلق یک موقعیت درونی فقط به خودت نیاز داری. اینجا در تنسی زمستون داره از راه میرسه. برگ سبز تبدیل به قهوه‌ای شده و تقریباً 75% برگ‌ها روی زمین ریخته. منظورم اینه که وضعیت بیرونی تغییر کرده. پس این سرما و یخبندون زمستون یا شکوفه های بهار، گرمای تابستون و رنگ پاییز، وضعیت ها وجود دارن. اما وضعیت درونی ما الان برای تغییر وضعیت بیرونی نیاز به آتش یا بخاری در جایی که زندگی میکنیم داریم. اما برای اینکه درون خودمون آرام، شاد و سرشار از خوشبختی باشیم، این کاملا یک مسئولیت فردیه. اگر این مسئولیت رو به عهده نگیریم، امتیاز اساسی انسان بودن رو از دست دادیم که به اندازه کافی آگاه هستیم که درون خودمون اونطور که میخوایم باشیم. در دنیا نمیتونی هر جور که میخوای باشی، چون منفعت مردم با هم تداخل داره. پس وضعیت‌های بیرونی همیشه یک جور سازش و تطبیقه. اما وضعیت درونی کی میتونه جلوت رو از شادی و نشاط کامل درونیت بگیره؟ حتی اگر مجبوری با قیافه جدی ولی درونی پر از شادی باشی، خب این کارو بکن. و اگر میتونی بلند بخندی، البته اگر وضعیت اجازه بده، بلند بخند. هر چیز که در شرایط بیرونی لازمه باید در راستای منفعت هر زندگی دیگه‌ای که اطراف ماست انجام بدیم. اما چیزی که درون ماست کاملا متعلق به خودمونه. امیدوارم به عنوان یک انسان فوق‌العاده شاد، پر انرژی و سرشار از خوشبختی زندگی کنی. نماسکارم.